انجام میدن. کوشکی از استقلال توپ رو در اختیار داره داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن جریمه. نگاهشون به این صحنه هست، آسانی میزنه با گل برای استقلال روی ضربه پنالتیه. یا دو تیم خوب و ریشه‌دار فوتبال کشورمون رو میبینن. استقلال از تهران، تیم پرطرفدار و پر افتخار فوتبال آسیا، و سپاهان تیمی که فاصله رو ایجاد کرد. یه موقعیت و گل برای سپاهان. یه پاس به جلوی دیگه، آریا یوسفی فرصت داره، یک کاتبک رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی ریکاردو آلوز. سرکش کماکان، آسانی، موقعیت برای استقلالیا چه کار خواهد کرد، چه توپی گرفت، چه موقعیتی و گل برای استقلال. خاطره آیان انجام میدن. کوشکی از استقلال توپ رو در اختیار داره داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن جریمه. نگاهشون به این صحنه هست، آسانی میزنه با گل برای استقلال روی ضربه پنالتیه. یا دو تیم خوب و ریشه‌دار فوتبال کشورمون رو میبینن. استقلال از تهران، تیم پرطرفدار و پر افتخار فوتبال آسیا، و سپاهان تیمی که فاصله رو ایجاد کرد. یه موقعیت و گل برای سپاهان. یه پاس به جلوی دیگه، آریا یوسفی فرصت داره، یک کاتبک رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی ریکاردو آلوز. سرکش کماکان، آسانی، موقعیت برای استقلالیا چه کار خواهد کرد، چه توپی گرفت، چه موقعیتی و گل برای استقلال. خاطره آیان